بازم یه شب دیگه و یه سلام پرپیمون دیگه. حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامتی؟ خب الحمدلله. آقا میخوایم موشکاف امشب و با یه جمله از شیخ اکبر کوسه شروع کنیم، موافقی؟ رفسنجانی در دیدار با سفرا: وضعیت منطقه خوب نیست. آقا تو همین جمله کوتاه کلی حرف خوابیده. وقتی کوسه میگه وضع منطقه خوب نیست، منظورش اینه که باید هرچه زودتر زهر منطقه ای رو روونه گلوی عظما کرد. حالا چجوری؟ جواب از زبون مشاور جام زهری ممجواد بشنوی. محمد علی سبحانی، مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه و مشاور فعلی وزیر امور خارجه: اصرار بر گفتگو با عربستان به معنای التماس کردن نیست. به معنی التماس کردن نیست؟ پس به معنی چیه؟ سبحانی، مشاور وزیر امور خارجه: آنچه که در حال حاضر بر روی آن تأکید دارم بحث گفتگو با عربستان است. بدون حضور عربستان گفتگوهای منطقه‌ای فایده‌ای ندارد. باید در مورد سوریه، یمن و عراق با عربستان حرف بزنیم تا به یک چارچوب منطقه‌ای دست پیدا کنیم. آره راست میگه، به معنی التماس کردن نیست اصلا، به معنی لیسیدن کف کفش طرف حساباست. به معنای به دست و پا افتادنه. با این حساب سوال موشکافانه بنده این میشه که این ولی فقیه پیزوری چرا به این فلاکت افتاد؟ یعنی چی شد که اوضاع منطقه بد شد؟ چی شد که سوریه به مرکز پاسدار کشی تبدیل شد؟ يأتي هذا التقدم بالرغم من الدعم الروسي الجوي. پیشروی نیروی مقاومت مردمی در حومه استانهای حلب و حما. پیشروی‌های رزمندگان مسلح سوری در شرایطی به دست می‌آید که نظامیان اسد از پشتیبانی هوایی روسیه برخوردارند. پشتیبانی که وارد دومین ماه خود می‌شود و تا به حال نتوانسته هیچ تغییری را در صحنه نظامی به نفع رژیم اسد ایجاد کند. از حالا به بعدم نمیتونه هیچ گونه تغییری ایجاد کنه. علتش هم اینه که با ورود روسیه آخوندا تو سوریه دست دوم شدن. روسیه هم دنبال اینه که یه سهمی بگیره و بزنه به چاک. بله واسه خاطر اینه که اکبر کوسه میگه وضعیت منطقه بده. تازه این که وضعیت منطقه است، حالا یه جمله هم از وضعیت داخل بشنوید. تلگرام معضلی بزرگتر از بیکاری و اعتیاد. تعجب نکنید، حرف خود برق‌پاره‌های حکومتیه. منظورش از تلگرام رو هم خود وزیر ارتباطات شیخ فری گفت. بحث دشمنای نظام و فتنه‌ایه که تو راهه. بله رفقا، زهر هسته‌ایه، شوخی بردار نیست. عظما وقتی اونجا شل اومد حالا باید تا تهش بره. تازه هنوز نمایش انتخاباتش تو راهه. تا اون موقع هم میزنن همدیگر رو لط و پار میکنن. موشکاف تموم مصیبت‌های عظما رو با جزئیات رصد میکنه تا یه شب دیگه خداحافظ شما.